تا حالا به این فکر کردین که چه فرقی بین یه پاسدار دو آتیشه با یه داعشی و یا حتی یه سازمان مجاهدینی خلق هست؟ اگر دوست دارین جواب سوالتون رو بگیرین، با عاشقانه ای از مسائل دنیای امروز درباره داعش و مدافعین حرم با ما همراه بشین. کتاب چایت رو شیرین میکنم نوشته زهرا بلندوست در 368 صفحه و سال 96 توسط کتابستان معرفت منتشر شده. این اثر داستانی جذاب روایت دختری به نام سارا، ایرانی الاصل و مقیم آلمانه که پدرش سمپاد یعنی هوادار و خلاصه طرفدار دو آتیشه سازمان مجاهدین خلق و مادرش در نقطه مقابل پدر یک مسلمون سنتی تسبیح به دسته. زندگی سارا و برادرش دانیال که از خودش بزرگتره در کنار پدر و مادری که از لحاظ عقایدی با هم تفاوت‌های زیادی دارن و هر از چندگاهی دچار کشمکش و دعواهایی میشن در خلا فرو میره، تا اینکه بعد از مدتی دانیال به اسلام و مسلمانان گرایش پیدا میکنه و به عضویت گروه داعش در میاد و بعد از مدتی هم ناپدید میشه. سارا در حین جستجوی برادرش با ماجراهایی درگیر میشه که با مبنای وجودی داعش و جنایت‌هاش آشنا میشه و تغییر نگاه خیلی زیادی نسبت به مسلمانان و خصوصا داعش پیدا میکنه، تا اینکه سارا رو از نام اسلام و مسلمانان به هراس میندازه. اما ادامه داستان این گونه پیش نمیره. نکات تربیتی که میشه از این کتاب به اونا اشاره کرد، روح بزرگ شخصیت اصلی داستان و پاسداری هستش که در ادامه ماجرا سارا با اون آشنا میشه و اعمال و رفتارشه. نکته‌ای که جلوه‌ای بسیار زیبا از زندگی مسلمانان واقعی رو به مخاطب القا میکنه. اگرچه این داستان و رمان برای اولین بار در فضای مجازی منتشر شده و اولین اثر زهرا بلندوست به حساب میاد، اما توانایی نویسنده در نشان دادن و به تصویر کشیدن انواع و اقسام مسلمان‌ها و ظرافت و دقت توصیفاتش از شخصیت‌های اصلی داستان تونسته یک داستان بسیار دلنشین و جذاب و خواندنی رو برای ما به ارمغان بیاره که مخاطب رو بیش از پیش دلبسته اسلام حقیقی بکنه.